آیا میدونستی سنگ اورانیومی که از دل زمین استخراج میشه به خودی خود برای ساخت برق یا بمب کافی نیست؟ اول باید این سنگ رو فراوری کنیم تا تبدیل به چیزی به نام کیک زرد بشه. اما اینجا یه مشکل داریم. بیشتر کیک زرد از ایزوتوپ اورانیوم 238 ساخته شده و فقط کمتر از 1% از ایزوتوپ اورانیوم 235. چرا 235 اینقدر مهمه؟ چون خیلی راحت شکافته میشه و واکنش زنجیره‌ای آزاد میکنه، اما 238 این قابلیت رو نداره. پس باید چیکار کنیم؟ باید درصد اورانیوم 235 رو افزایش بدیم. این همون چیزیه که بهش میگن غنیسازی اورانیوم. اما چطوری؟ برای غنیسازی اورانیوم ابتدا سنگ معدن رو تبدیل به گاز UF6 هگزافلوراید اورانیوم میکنن. بعد این گاز رو وارد دستگاه‌های سانتریفیوژ میکنن که با چرخش‌های فوق سری ایزوتوپ سبکتر یعنی اورانیوم 235 رو از سنگین‌تر یعنی اورانیوم 238 جدا میکنه. با تکرار این فرآیند درصد اورانیوم 235 بیشتر و بیشتر میشه و در نهایت به سوخت نیروگاهی یا حتی ماده لازم برای بمب میرسیم. حالا این درصدها چه کاربردی دارن؟ از 0 تا 5% مناسب سوخت نیروگاهی برقه. برای تولید مقدار برقی معادل با آنچه 1000 تن زغال سنگ یا حدود 400,000 لیتر گازوئیل فراهم میکنه، تنها حدود 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت حدود 3 تا 5% کافیه. از 5 تا 20% مناسب راکتورهای تحقیقاتی و پزشکیه و از 20 تا 90% مناسب سوخت زیردریایی ها و کشتی های هسته‌ایه و بالای 90% هم برای سلاح‌های هسته‌ای. برای ساخت یک بمب اتمی فقط حدود 25 کیلوگرم اورانیوم 235 با غنای بالای 90% کافیه. تقریباً به اندازه یک توپ فوتبال. اما همین مقدار میتونه انرژی آزاد کنه که برای نابودی کامل یک شهر بزرگ مثل هیروشیما یا حتی بیشتر از اون کافیه. البته اورانیوم 238 هم کنار گذاشته نمیشه. ازش برای تولید پلوتونیوم، ساخت زره‌های سنگین و بعضی داروهای هسته‌ای استفاده میشه. بزرگترین معادن اورانیوم کجا هستن؟ قزاقستان، کانادا، استرالیا. و کدوم کشورها به ترتیب بیشترین غنیسازی رو دارن؟ روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلستان.